به نام ذات اقدس الهی. بعد از عرض سلام و ادب، دوستان، 3 خاطره از نیسان کابل عنوان نثری است که سالها پیش به قید تحریر درآوردم و به خدمت شما عزیزان میرسانم. روز ابرآلود و تاری بود. ابرها چون پیلان سرگشته در آسمان کابل به نظر می‌خورد. تازه از مکتب آمده بودم. آلت پر سراسیمه برای پدرم رخ داده بود و منم میگفت که قصه از چیست. مادرم چون عادت همیشگیش برای صرف طعام زار از کار به خانه آمده بود. ازش پرسیدم که مادر جان امروز که باز کار نمیری؟ گفت نه بچیم، باید که برم. خوب چون عادت طفلان هضم رفتن مادرم خوشم نیامد و پریشان خاطر به اتاقم رفتم. هنوز چند لحظه نگذشته بود که زنگ تلفن آمد. دویدم و در عقب تلفن پدر کلانم بود. گفتن اوضاع کابل خوب نیست بچین، زود باش، مادرت گوشه کبته که کار نره. آره، دوره بربریت که از آسمان تار و ابرآلود همان روز کابل پیدا بود آغاز کردید. فاجعه 7 ثور سال 1357 هجری شمسی در کشور آزاد ما افغانستان عزیز به وقوع پیوست که از بابت آن چه کاشانه ها که ویران، چه بسا طفلان که یتیم، زنان بیوه و جوانان وطن ناکام زندگی شدند و برای فرد ملت ما تاریخ افغان زمین باستان جهش دیگر را انتخاب نمود که تا حال مردم وطن ما صاحب آرامش کامل نیستند. به یقین تاریخ خون شهیدان و فداکاری غازیان را که واقعا در راه خدا و حفاظت آزادی و ناموس وطن بود در کتمان نخواهد گذاشت و ذات اقدس الهی هجر فراوان نصیب نموده و نصیب خواهد نمود. خاطره دوم بنده از 9 ثور سال 1359 هجری شمسی می باشد. گرچه در طی چند سال ماتماسای ملت غیور افغان به جهاد فی سبیل الله اقدام نموده بود، اما این بار دختران و پسران مکاتب شهر کابل با عزم راسخ اما دست خالی قیام نمودند و شعار الله اکبر و شعارهای ضد گماشتگان دولت روس را جهت دفاع از ناموس وطن در آن روز ورد زبان نموده بودند. آره، شاعر توانای وطن ما مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در مرثیه با عنوان ناهید و دختران قهرمان کابل سحر آن روز را ترسیم می نماید. سحر شد مرغ حق بر کنگر عرش برین پرزد. سحر شد مرغ حق بر کنگر عرش برین پرزد. افق خندید و خورشید از فراز کو سر برزد. به کوی و برزن کابل سپاه کفر سنگر زد. شعار پرچم داس و چکش را پشت هر در زد. به کابل کوچه کوچه عرصه محشر بپا گردید. به کابل کوچه کوچه عرصه محشر بپا گردید. سراپای باستان شهر ما ماتم سرا گردید. سپاه کفر در ملک خدا فرمان روا گردید. ز خون کشتگان 100 نوبهار غم بنا گردید. آره، در آن روز کابل و نسیم دم به جای تراوت گل بوی خون را به مشام میرسانید. دو دل آره، دو دل قصد وداع جاودان دارد. 30 سرو ز منزل عزم جنگ دشمنان دارد. لیل آن روز در آسمان کابل تاریکتر به نظر می‌خورد، زیرا ناهید و ماه زمینگیر شده بود. یقین تاریخ این انگامه وحشت بی خدایان روز و جانبازی نوجوانان و شهادت ناهید
و جمله شهیدان راستین راه وطن را فراموش نخواهد نمود که درود بی پایان بر روان پاک آنان. خاطره سوم از ماه ثور کابل که در انفان جوانی به من رخ داد 13 ثور سال 1366 هجری شمسی می باشد که آن از دست دادن استاد سخن و با همت افغان مربی و مشوقم در راه ادب و شعر دری استاد خلیل الله خلیلی می باشد. استاد خلیل الله خلیلی شاعر با عظمت افغان زمین هنردوست که اشعار زیباش در دوران جد جهد وطن تیر مرگبار بر پیکر دشمن بود و چکامه هایش که از بزم رو به رزم آمده بود با دل حسرتبار برای آزادی وطن عزیز و تاریخ 13 ثور سال 1366 هجری شمسی که مصادف به 3 می سال 1987 میلادی می باشد در اسلام آباد پاکستان چشم از جهان پوشید. استاد خلیلی در سال 1258 هجری شمسی در کوهستان کابل در منطقه گلبهار ساحل دریای خروشان و زیبای نیلاب که خود میگوید دوستان نیلاب من کجاست چشم به جهان گشود. آره، بلبل ما در وقت بهاران از گلستان ادب دری رخت بست، بلبلی که با نغمه سرایی هایش تاب دلمان بود، چکامه های بود که چون سیل مروارید بیش از همیش گسیلوار بود هر شاعر و نویسنده و علاقمند شعر و ادب را دلباخته خود می‌ساخت. در دوران هجرت و دوری از وطن استاد بهترین و نابترین شعرش را برای ملت غیور افغان زمین قهرمان نوشت، برای آسمان نیلگون، برای دره‌های پرخم و پیچ وطن، برای جانبازی و فداکاری مردم وطن که یقین دل هر شنونده از شنیدن آن جان دوباره نصیب می شود. خلیلی سخندان بود و مرنج و در جهان ادب دری و فارسی چون محمل نایاب اصل خود. او که حال در بین ما نیست، اما خوشا که روحش در قالب اشعارش جاودان است و چون خورشید در هر تاریکی وطن میتابد. مرگ او دل هر هنردوست و عشاق اشعارش را که یقین فگار نمود، زیرا او به پیشگاه وطن می سرود، بهر وطن منگاشت، وطن و ملتش را الهه راه و راز خود قبول کرده بود و خود را چون مرغ پرشکسته از آشیان می دانست. می سرود از شوق کوچه های گلالود وطن، از یاد مرغ‌های فلکتاز و از چنار کهنسال سبزپوش حکایه ها می کرد، از بوی گل و نسیم صبح و از یاد قوم برهنه‌پا، از یاد کشتگان به خون غرق گشته و از یاد غازیان وطن قصه ها داشت و با خود می گفت دوستان تنها نه من راه وطن گم کرده هم، دوستان تنها نه من راه وطن گم کرده هم، بی خودم چندان که نام خویشتن گم کرده هم. بعد عمر جستجو دانستم آخر ای دریغ، بعد عمر جستجو دانستم آخر ای دریغ، آنچه پیدا در نهادم بود من گم کرده هم. دریغا که توسن بارپیمای جهان با تندی هرچه تمامتر گام زد و فرشته اجل سخندان به این عظمت را از بین ما به فردوس برین برد. ترسیمگر حال استاد از دوری وطن در این شعرش خوب پیداست. داند خدا که بعد خدا می پرستمت، آهای وطن مپرس که چرا می پرستمت. ذرات هستیم ز تو بگرفته از جان، چون برتری ز جان همه جا می پرستمت. در نیمه شب
در نیمه شب که باز کند آسمان درش، در نیمه شب که باز کند آسمان درش، با 100,000 دست دعا می پرستمت. چون پرشکسته مرغ که از آشیان جداست، چون پرشکسته مرغ که از آشیان جداست، اینک ز آشیانه جدا می پرستمت. در تنگنای زندگی و خوابگاه قبر، در عالم فنا و بقا می پرستمت. هم با حریر خامه و هم با زبان دل، هم آشکار و هم با خفا می پرستمت. داند خدا که بعد خدا می پرستمت. آهی وطن مپرس که چرا می پرستمت. خلیلی عزیز، گلدسته های هنرت که در دوستان ادب دری در ردیف بهترین و نابترین غرس است و اشعار زیبایت که در دل هر میهنت جا دارد و عنوان سوز دل و هنر زیبا جاودان خواهد ماند و تاریخ افغان زمین باستان با خط زرین به حیث یکی از بهترین مترجم دوره جد و جد ملت قهرمان افغان تو را محسوب خواهد نمود. درود بید پایان بر روان پاکت. به تعقیب نثری که داشتم به عنوان 30 خاطره از نیسان کابل، میخوام با شما عزیزان مرثیه را که استاد مرحوم خلیل الله خلیلی از 9 ثور 1359 هجری شمسی که قیام دختران و پسران مکاتب شهر کابل بود و در آن تعداد زخمی و چند خواهر ما شهید و در آن جمله ناهید شهید شده بود، ایشان مرثیه دارند به عنوان ناهید و دختران قهرمان کابل که به حضور شما تقدیم می نمایم. ناهید و دختران قهرمان کابل. سحر شد مرغ حق بر کنگر عرش برین پرزد، سحر شد مرغ حق بر کنگر عرش برین پرزد. افق خندید و خورشید از فراز کو سر برزد. و کوی و برزن کابل سپاه کفر سنگر زد. شعار پرچم داس و چکش را پشت هر در زد. ودای دختر و مادر بود فرخ تماشایی، ودای دختر و مادر بود فرخ تماشایی. دو موجود جدا گردد ز هم پیری و برنایی. یکی لخت دلش را می برد گرگ جگرخایی، یکی را جز شهادت نیست در خاطر تمنایی. در این لحظه که هر جنبیدن مژگان زبان دارد، در این لحظه که هر جنبیدن مژگان زبان دارد، دو چشم خون فشان با همدیگر راز نهان دارد. دو دل آری دو دل قصد وداع جاودان دارد، سهی سرو ز منزل حزم جنگ دشمنان دارد. تو امشب می روی ز آغوش گرم من و سنگرها، پرافشان چون کبوترها میان کام اژدرها. در آن وادی که می غلطد بسان گویها سرها، در آن وادی که می خوابد به خون سیمینه پیکرها. به سنگر می روی مادر فدای قد و بالایت، به سنگر می روی مادر فدای قد و بالایت. حصیر زلف پیچانت شهید چشم شهلایت. به خونت آبیاری کن، به خونت آبیاری کن نهال آرزوهایت. ببر تا دامن محشر به دل داغ تمنایت. مترس از دشمن خونخوار و از تیر جگردوزش، مترس از بم آتشبار زهرآلود جانسوزش. مترس از گربگان لقمه خوار دست آموزش، به یک فریاد مستانه به خون تر کن سر و پوزش.
به سنگر می روی پیراهن گلنار در بر کن. صدای آتشینت را به میدان آتشین تر کن. گریه زلف پریشانت به زیر سبز چادر کن. سرود عشق را برخوان، نوای شوق را سر کن. چراغان کن به خون خود شب جشن شهیدان را. چراغان کن به خون خود شب جشن شهیدان را. به اشکت خیره گردان اختران و ماه تابان را. به دشمن درس ده انگامه آزاد مردان را. و پیش پای خود خم کن سر میهن فروشان را. ز چشم مست شهلای تو جوشد موج خون امشب. ز چشم مست شهلای تو جوشد موج خون امشب. نگاه خشمگینت دارد آهنگ جنون امشب. ز شبهای دگر باشد تپش‌هایت فزون امشب. شده آن زعفرانی چهره تو لاله‌گون امشب. سپاه دشمن خونخوار باز آمد در جنبش. زمین کن تانک‌ها افتاد سوی شهر در گردش. فضا از بارش خمپاره و بمب است در لرزش. هواپیمای غول‌آسا به اوج افتاده در چرخش. هزاران دختر تکبیرگو از هر کنار آمد. هزاران دختر تکبیرگو از هر کنار آمد. حرم پروردگان ناز سوی کارزار آمد. پی صید کبوتر میگهای مرگبار آمد. صدای توپ دشمن از سر بالا حصار آمد. یکی از صف برون آمد چو ماه محفل آرای. فرشته صورت فرخ رخ خورشید سیمای. سیه پوش سیه چشم غزالی سرو بالای. سیه پوش سیه چشم غزال سرو بالای. لب جان بخش خود بگشاد و با جانسوز آوای. به خاک ما چرا ای بی خدایان پای بنهادید. به خاک ما چرا ای بی خدایان پای بنهادید. به جان ما چرا ای داییان سال افتادید. شما بنیانگذار جور و تزویرید و بیدادید. شما بنیانگذار جور و تزویرید و بیدادید. ستمگار و آدمخوار و خون آشام و جلادید. کجا شد دعوی صلح و حقوق و خدمت انسان. کرملین خانه انسان بود یا لانه شیطان. ز چشم اشکبارش شعله آتش نمایان بود. ز هر حرفش شرار خشم و برق‌خیز تابان بود. به دستش بیرق محراب و منبر بال افشان بود. هنوزش حرفهای آتشین در سینه پنهان بود. برآمد از سپاه کفر بانگ آتشین تیره. مقارن با صدای خنده فرمانده پیره. از این سو شد به سوی عرش بالا بانگ تکبیره. دریغا گشت ناهید وطن ماه زمین گیره. به کابل کوچه عرصه محشر بپا گردید. به کابل کوچه عرصه محشر بپا گردید. سراپای آستان شهر ما ماتم سرا گردید. سپاه کفر در ملک خدا فرمان روا گردید. ز خون کشتگان صد نوبهار غم بنا گردید. به هر جا نعره تکبیر و چادرهای خون افشان. یکی در شعله ها سوزان، یکی در موج خون غلتان.
یکی را تیغ بر سینه، یکی را تیر بر چشمان، یکی را بر جگر خنجر، یکی را بر دهان پیکان. شب آمد اختران و ماه شد در آسمان پیدا. شب آمد اختران و ماه شد در آسمان پیدا، بسان گوهران ریخته در دامن دریا. شده کابل چو آن کشتی که می سوزد ز چندین جا، ستاده در میان موجهای شوم دهشتزا. نسیم آهسته تر بخرام که اینجا سینه چاکانند. عزیزان بخون خفته خیابان در خیابانند. دم آخر به خاک پاک کشور جبهه سایانند. شکسته در بهار زندگی نونهالانند. متاب ای آفتاب اینجا که صدها بی کفن بینی. بسا گلگون بدنها را جدا از پیرهن بینی. به خون بیگناهان سرخ صحن صد چمن بینی. میان خار و خارا شاهدان سیمین تن بینی. ز تو میپرسم ای افسانه گوی قرنها ای ما. ز تو میپرسم ای افسانه گوی قرنها ای ما. ز تو میپرسم ای تاریخ، ای از راز در آگاه. شما دیدید آیا زیر این سیمابگون خرگاه چنین هنگامه وحشت به دور سال و سیرما؟ شما دیدید آیا زیر این سیمابگون خرگاه چنین هنگامه وحشت به دور سال و سیرما؟ برآ ای دست حق، ای انتقام کبریا روزه. برآ ای دست حق، ای انتقام کبریا روزه. بکش این بی خدایان را ز دنیای خدا روزه. نگون کن پرچم منحوس او را از قضا روزه. جهان را پاک کن از لکه این اشقیا روزه. آمین یا رب العالمین. با عرض حرمت.